در ادامه میریم روی کوئسشن سیوم که دونر از ما خواسته که جواب گفته شود. چی است؟ Percent of caregivers who can say at least 2 key message on PULU and RI. فیصدی اشخاصی که حداقل میتونه یک کی مسیج یا یک پیام خوب درباره پولیو و آرای برای ما بگوید. اینی رو باید برای ما گفته که جواب بگوییم. خب برای از این کار باید کدام فعالیت انجام بدیم. میایم در بخش وریبل ویو، میبینیم که کدام سوال ما به مو موضوع پرداخته. خب میبینیم کدام سوال است. Question European do vaccination various disease. Question پنجم است یا سوال پنجم است که به این پاسخ پرداخته. پس همین کوئسشن پنجم ما انالایز روش انجام میدیم. میریم بخش انالایز، descriptive frequency و میایم توتال چویس پس انتقال میدیم. کوئسشن پنجم خود پیدا میکنیم. کوئسشن پنجم در این قسمت است. رو انتقال میدیم در بخش وریبل و اوکی میگم. در این تیبل برای ما نمایش داده 1295 کیس داریم. خواهی 1295 کیس در اصل ما نداریم، به خاطر ازی برای ما 1295 کیس حال میده که ما قبلا که یک شرط اونجا برای یک از وریبل های خود ایجاد کردیم، این شرط رو در نظر گرفتم. میایم بخش select cases F یا کندیشن پس میکنم، این قسمت آل انتخاب میکنم و اوکی میگم. این سفرم پس کلوز میکنم. میم از سر در اینجا میرم تا که دیگه و 5 کیسی که در اونجا مس شده بود اونا رو در نظر نگیرم. میم بخش فرکانسی ایسا است که اینجا انتقال شدگی است و میگم اوکی. این 1300 کیسی ما تکمیل است ساله. میم بخش فرکانسی که کوئسشن پنجم کدام سوال ما را گفتم باید جواب بگو، یعنی قسمت که گفته که فیصدی کسایی که یکی مسیج در رابطه با پولیو و آرای داشته باشه. در اینجا از کلش میبینین که 13 نفر هیچ کدام مفیدیت برای واکسین یادآوری نکرده که اینا 1% مردم میشه. چند 78 نفر که 6% مردم میشه یک فواید واکسین منشن کرده گفته و این قدر مردم دیگه که 89.1% میشه 2 فایده برای واکسین گفته و یک تعداد دیگه هم که میس اینفورمیشن داشته در رابطه با واکسین که اینجا کلش لیست شده. حالا در رابطه با سوال اگر بگوییم که چند فیصد مردم گفته که 2 کی مسیج، یعنی اینجا است منشن 2 benefit for vaccine 1158 نفر است و 89.1% مردم میشه که مثلا 2 کی مسیج در رابطه با واکسین دارن. ما میتونیم که این ایمیل کپی بگیریم و ببریم در این بخش راپور که میخوایم تهیه بکنیم. مثلا اینجا شماره 3 میگذاریم و همین تیبل اینجا میگذاریم تا که معلوماتش باشه و باز میتونیم بعداً برای از یک گراف یک پای چارت چیز استفاده بکنیم تا که یک ذره مقبول تر معلوم شه. سوال سوم ما هم حل شد. میریم که دیگه کدام سوالا رو داریم. خب فیصدی اشخاصی که قصد داره که کلینیک ویزیت بکنه یا به کلینیک بره و فیصدی اشخاصی که قصد داره که در کمپاین بعدی طفل خود واکسن بکنه، اینی فیصدی رو خواسته. اینا ساده است دیگه. 2 سوال هست که از این سوالای قبلی داشتیم، از یک ساده است. کدام سوال است؟ اول بیایم بخش لیبل ها ببینیم که کدام هر 2 سوال است. اینی سوال 10 و 11 میشه فکر کنم. یکش خم 11 است، هم یک شما انالایز میکنم دیگه شما میفهمین، چون اینا فقط یک جواب یس داره و دیگه جواب نو داره. فیصدی پیدا کردنش اونمو بخش فرکانسی است. مثلا هم 11 تنها انالایز میکنم. میریم روی انالایز descriptive و فرکانسی، میایم در بخش ای اول پس انتقال بدم. میایم در بخش وریبل 11 و ای انتقال میدم بخش وریبل و اوکی. میبینین در پایین نمی آخر آمده 52 نفر گفتن نو، 1248 نفر گفتن یس که 4% نو میشه. در حساب فیصدی 96% مردم گفتن یس. یعنی if you have not yet vaccinated your under 5 years old children with polio drops، این پرسیده که مثلا آیا در کمپین بعدی شما میخواین که می طفلای اندر 5 خود واکسین انجام بدن یا ای که نه. فقط 52 نفر گفته که ما مثلا نمیخوایم که طفل خود در کمپین بعدی واکسین بکنیم. به حساب فیصدی 4% مردم میشه که جواب نگفتن و دیگه 96% گفته بله ما واکسین میکنیم. دقیقا سوالایی که دونر از ما خواسته بود همین است. یعنی
فقط به شکل توصیفی یک انالایز ساده روش انجام میشه و ما فیصدی‌ها را برایشان پیدا میکنیم و راپور میکنیم. اما این دیتایی که ما داریم میتونیم که انالایزهای مختلف از این دیتای خود روی از دیتا انجام بدیم، یعنی خیلی موضوعات دیموگرافیک دیگر هم از این پیدا بکنیم. یعنی این رقم انالایز کردن میتونیم چقدر مردمی که اشتراک کردن مثلا بی سواد بودن، چقدر پرایمری سکول داشتن، چقدرش مرد بودن، چقدر زن بودن، و یا ای که ما میتونیم یک کراس تابیلیشن انجام بدیم که چقدر از یا مثلا کسایی که بی سواد بودن زن بودن، چقدر با سواد بودن مثلا مرد بوده. به این شکل ما میتونیم که انالایزهای مختلفه بالای از این انجام بدیم. مثلا یک نمونه کار میکنیم، میریم روی انالایز بخش فریکونسی یک دیموگرافیک انجام میدیم. مثلا چی رو پیدا میکنیم برایش؟ پیدا میکنیم که چقدر از یا از نظر جندر میل و فیمیل بودن. ساده پیدا میشه برای ما، مثلا یعنی قدر میل میبینین که 688 است و فیمیل هم 612. 52% میل بوده، 47% هم فیمیل بوده. از این معلوم میشه که سمپلگیری ما چی بوده؟ سمپلگیری ما سیمپل رندوم سمپلینگ بوده، استراتیفاید سمپلینگ نداشتیم، به خاطر از اینکه فیصدی مردا و زنا یکی نامده. مثلا معمولا در استراتیفاید سمپلینگ ما تعیین میکنیم که از کدام طبقه مردم به کدام فیصدی سمپل گرفته شود. و یا ای که ما میتونیم که یک کراس تابیلیشن انجام بدیم به خاطر از اینکه پیدا بکنیم که چقدر کسایی که مثلا یک جواب بله گفتن مرد بودن و چقدرش مثلا زن بودن. میریم در بخش کراس تاب و به طور مثال پیدا میکنیم که جندر با چی؟ با ایژوکیشن لیول، مثلا یک چیزی ساده در نظر بگیریم پیدا میکنیم. جندر در قسمت رو انتقال دادم و در بخش کالم هم ایژوکیشن لیول انتقال میدیم و در اینجا میگم که اوکی. میایم در بخش پایین ما میبینیم مثلا یک تیبل برای ما ایجاد کرده که جندر و ایژوکیشن لیول کراس تابیلیشن. اول خود کیس پروسسینگ ماست که همون 1300 کیس داریم و در اینجا میبینیم که ایژوکیشن لیولش هست و در این قسمت چپ هم جندرش هست. جندر فیمیل و میل داریم. باز مشخص کرده که مثلا از میل 356 نفر الیتریت بوده، بی سواد بوده، پرایمری سکولش 187 نفر بوده، 12 گرید 89 نفر و یونیورسیتی لیول هم 56 نفر که در کل 688 نفر قبلا هم دیدیم که داشتیم. و فیمیل هم یکی چقدرش بی سواد بوده، چقدرش یونیورسیتی لیول داشته و دیگه موضوعاتش به این شکل برای ما معلومات تهیه میکنه. ولی ما راپور خود به اساس چیزی که دونر از ما خواسته بود به اینی اساس خواسته بود، یعنی از اینکه کدام تحلیلی بیشتر از ما نخواسته بود، از او خاطر ما هم راپور خود ساده مطابق به امو عیار کردیم. این حال میشه که باز ما روی راپور خود یا روی زمین تیبلایی که ایجاد کردیم بازم انالایز انجام بدیم یا ما نتیجه انالایز خود این رقم بگیم نتیجه انالایز خود ما به گراف هم نمایش بدیم تا اینکه کار ما یک مقدار ساده شد. مثلا یک نمونهش میریم به طور مثال میرم گراف چارت بلدر میرم و مثلا یک پای چارت انتخاب میکنم که در اینجا انتقال میدم در ساحه سفید. میخوایم که فیصدی میل و فیمیل روی گراف ببینم، روی پای چارت ببینیم چقدر مرد بوده و چقدر زن بوده. این انتقال بدم و اوکی میگم. برای ما اینجا گرافش رسم میکنه، میبینین پای چارت رسم کرد. حالا عنوانش نوشته است پای چارت کاونت آف جندر. این نوشته است. شما که خواستین مثلا عنوانش تغییر بدین روی زی دبل کلیک میکنیم و اگه بخش ایدیت زی باز میشه. حالا میتونیم روی تکست کلیک بکنیم و بخش تکست باز شه. بمو دلخواه خود شما هر عنوانی که برای ازی مشخص کردین میتونین سایزش خرد بکنین، کلان بکنین، میتونین مثلا تغییرات دیگه برین و امو چارت خود بمو طریقه دلخواه خود ایدیت رویش انجام بدین. خب به این شکل شما راپور تهیه میکنین. اینال برای راپور خود میشه که معلومات زیاد، یعنی در ابتدایش یادآوری کنین که این تحقیق شما کدام نوع تحقیق بود، یا که اینترودکشن برش بدین. بعد از مثلا متدولوژی رو بگوین که چطور شما سامپل سایزتان چقدر بود، چطور سامپل گیری انجام دادین، به کدام متد، انالایز به کدام اساس کردین. و در بخش ریپورت باز میشه که اینیا را شما مشخصا مطابق به می سوالات در ریپورت تهیه بکنین و راپور بدین که اینی تحقیق و اینی مبنا انجام شد و این نتایج ما داشتیم.
و گراف های مختلف استفاده بکنیم. حالا کسی که مثلا ریپورت میخواه اگر کدام فرمت خاص داشته باشه باز میتونین در اون فرمت شما راپور بدین. باز اگر فرمت خاص نداشت راپورهای مختلف ما میتونیم که یا به ورد یا به اکسل بر شکل که شما خواستین راپور تهیه بکنیم. که مثلا ما یک نمونه شو بر شما نمایش میدیم، چیزی که ما انالایز انجام بدیم، همکارای ما به این شکل راپور تهیه کردن و بسیار مقبول در اکسل تهیه کردن تا اینکه به دونر راپور بدن. میریم تا اونا رو یک بار ببینیم. در اینجا مثلا کدام بخش است؟ بخش سوال 10 و 11 است که جوابش در اینجا نوشته است. فیصدی هایش اول است و در بالا و در پایین در روی پای چارت نمایش داده شده اما موضوعاتی که ما فیصدی ها رو در بالا داشتیم. یا مثلا در این قسمت که فیصدی کسایی که بیشتر از یک سرویس یا خدمات استفاده کرده بود، تیبلایی که ما از اوتپوت SPSS بعد آوردیم در بالاست و در پایین باز همون موضوعات یا همون محتویات به شکل بار چارت و پای چارت نمایش دادیم تا اینکه یک مقدار به کسی که می گزارش میگیره یا میبینه خوبتر و واضحتر و ساده تر قابل فهم باشه. و کسایی که مثلا از موقعیت کلینیک آگاهی داشتن و کسایی که سطح تحصیلیش است، میبینین سطح تحصیلی در اینجاست و در این قسمت هم سطح تحصیلی را یک انالایزی که ما انجام دادیم که به اساس میل و فیمیل که آیا الیتریت در خانم‌ها مثلا زیاد است یا در مردا، چون میبینین که خانم‌ها 84% بوده الیتریت یا بی‌سواد و مردا 52% بوده. باز برعکسش در بخش تحصیلات که است خانم‌ها فیصدی پایین داره و مردا فیصدی بلندتر داشتن. و اینجا که مکمل فیصدی رو نمایش دادیم، یعنی که چقدر بی‌سواد بوده. الیتریت میبینید 66.8% بوده و پرایمری اسکول و 12 گرید و یونیورسیتی لیول. یعنی معلومات دیموگرافیک همراه با نتایج اصلی که دونر خواسته ما به یک شکل راپور برش تهیه کردیم چون فرمت خاص نداشتن. این بستگی به این داره که آیا دونر کدام نتیجه خاص میخواه یا فرمت خاص داره و یا ای که فقط گزارش میخواه. باز شما میتونین به اشکال مختلف گزارش خود تهیه بکنین. امیدوار هستم از این دو سه ویدیویی که برای آموزش انالایز دیسکریپتیو که یک انالایز بسیار ساده است و به راحتی میتونین شما انجام بدین چیزای آموزش دیده باشین و برای شما مفید تمام شده باشه. تشکر از حوصله‌مندیتان. به خیر سلامت باشین انشالله و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.